سلام. شاید خیلی ها دور و بر خودتون سراغ داشته باشین که یادگیری زبان آلمانی رو شروع کردن و کلی واژه و قواعد مختلف رو یاد گرفتن. اما وقتی میخوان یه جمله بسازن، باید کلی فکر کنن و بالا پایین بکنن تا بتونن یه جمله تو ذهنشون آماده بکنن و اون رو بیان بکنن. تقویت جمله سازی یکی از مهمترین فاکتورها در تقویت مهارت اسپیکینگ و مکالمه در هر زبانیه. که در زبان آلمانی بهش میگیم sprechen یا مهارت مکالمه. پس بنابراین خیلی مهمه که ما یاد بگیریم که با چه تکنیک هایی باید اون دانش لغتی که در ذهنمون هست، اون قواعدی رو که یاد گرفتیم، به سرعت تبدیل به جملات کاربردی بکنیم و در موقعیت‌های مناسب از اونها استفاده بکنیم. من پیام اعتماد هستم و می‌خوایم اولین جلسه بهترین تکنیک‌های جمله سازی در زبان آلمانی رو با هم شروع بکنیم. ویدیوها رو سعی می‌کنم کوتاه بگیرم و خیلی ویدیوها طولانی نشه از نظر زمانی، که هم راحت‌تر بتونید اونها رو تماشا بکنید و هم خسته کننده نباشه. در این دوره ما از زبان انگلیسی به عنوان زبان مبنا برای جمله سازی استفاده می‌کنیم. همون روشی که آقای میشل توماس به عنوان یکی از بهترین و معروف‌ترین زبانشناسان دنیا سالها پیش پیشنهاد کرد. و اونم این هست که ما از وجوه مشترک بین زبان انگلیسی و آلمانی استفاده بکنیم تا یادگیری رو برای خودمون خیلی راحت‌تر انجام بدیم. این دوره هیچ پیش نیازی نداره و تمام نکاتی که من در این دوره خدمتتون عرض می‌کنم رو در همونجا کامل توضیح میدم و اگر با دوره همراه باشین هیچ نیازی به مطالعه و در واقع خوندن کتاب‌های دیگه در کنارش ندارین و همین دوره رو کافیه که باهاش همراه باشید. خب جمله سازی رو اول با یک فعل شروع می‌کنیم. یک فعل پرکاربرد در زبان آلمانی رو با هم یاد می‌گیریم و بعد با استفاده از اون سعی می‌کنیم که جمله سازی خودمون رو شروع بکنیم. در زبان انگلیسی فعل خواستن میشه to want. To want یعنی خواستن. در زبان آلمانی to want میشه wollen. wollen W-O-L-L-E-N. wollen یعنی خواستن، یعنی همون to want در زبان انگلیسی. پس to want شد wollen. یکی از ضمایر بسیار پرکاربردی که در جمله سازی زبان آلمانی خیلی استفاده میشه ضمیر زی هست. زی با اس کپیتال، یعنی S-I-E که اسش بزرگ کپیتال نوشته میشه. زی به معنای تو محترمانه است، یعنی مفرده اما در موقعیت‌های رسمی و محترمانه استفاده میشه. در زبان انگلیسی ما تو محترمانه نداریم. کلا تو در زبان انگلیسی یو هست، چه در موقعیت‌های رسمی چه در موقعیت‌های غیر رسمی. اما در زبان آلمانی تو محترمانه میشه زی با اس کپیتال. خب حالا با همین دو تا کلمه میخوایم یه جمله بسازیم. در زبان انگلیسی اگه بخوایم بگیم تو میخواهی میشه you want. you want یعنی تو میخواهی. در زبان آلمانی اگه بخوایم بگیم you want میگیم sie wollen، یعنی you میشه زی با اس کپیتال با اس بزرگ و want میشه wollen. یه نکته خیلی مهم رو هم که همینجا باز یاد میگیریم این هست که در زبان آلمانی افعال با ضمایر تغییر میکنن که اصطلاحاً بهش میگن صرف شدن فعل. برای ضمیر زی با اس کپیتال که تو محترمانه هست ما باید از حالت کامل فعل استفاده بکنیم. در زبان آلمانی حالت کامل فعل یا همون مصدر حالتیه که در آخر فعل یه ان یا en وجود داره. در زبان انگلیسی ما میگیم فعل کامل یا مصدر همون اینفینیتیو هست که بهش میگن مصدر با تو، مثل to want. در زبان آلمانی مصدر یا حالت کامل فعل به ان یا en ختم میشه، مثل wollen. پس wollen خودش یه مصدر هست، یه فعل کامل هست. پس بنابراین برای زی از همون wollen باید استفاده بکنیم. البته من الان نمیخوام اصلا وارد صرف فعل بشم، اصلا نیازی نیست که این کارو بکنیم. فقط همین رو بدونیم که ما برای زی باید حالت کامل فعل رو استفاده بکنیم. پس you want تو میخواهی شد زی wollen. حالا میخوایم اینو سوالیش بکنیم. در زبان انگلیسی اگه بخوایم جمله رو سوالی بکنیم میشه do you want، یعنی میخواهی، تو میخواهی. do you want تو میخواهی. در زبان آلمانی اگر بخوایم زی wollen رو سوالی بکنیم کافیه جای فعل و فاعل رو با هم عوض بکنیم. میشه wollen Sie. پس do you want میشه wollen Sie، یعنی تو میخوای. راحتش اینه، تو میخوای. البته این تو باید حالت محترمانه باشه. ما در فارسی نمیگیم تو در حالت رسمی، میگیم شما. ولی این رو من با تو ترجمه میکنم که بدونیم که این مفرده، یعنی تو محترمانه است. در موقعیت‌های رسمی استفاده میشه. پس do you want میشه wollen Sie. do you want میشه wollen Sie. یک کلمه سوالی رو همینجا یاد بگیریم و به این جمله اضافه بکنیم. همینطوری میخوایم جمله‌مون رو هی پر و بال بدیم و کامل ترش بکنیم. در زبان انگلیسی کلمه سوالی که به معنای چه و چه چیزی هست میشه what یعنی چه چیزی. در زبان آلمانی what میشه was، یعنی تی آخر what به اس تبدیل میشه و میشه was. پس was در زبان آلمانی همون what در زبان انگلیسی هست. خب حالا در انگلیسی ما میخوایم بگیم که
What do you want؟ یعنی تو چی میخوای؟ What do you want؟ تو چی میخوای؟ حالا what do you want رو چجوری تبدیل کنیم به آلمانی؟ What میشه was. Do you want هم میشه wollen Sie. پس what do you want میشه was wollen Sie؟ یعنی چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ What do you want؟ was wollen Sie؟ این دقیقا همون ترکیب what do you want زبان انگلیسی رو تبدیل میکنیم به یک جمله آلمانی. پس what do you want میشه was wollen Sie؟ What do you want؟ was wollen Sie؟ حالا این رو یکم کامل ترش بکنیم. یه فعل دیگه با هم یاد میگیریم و بعد این فعل رو به این ترکیب اضافه میکنیم و همینطور جمله رو کامل تر میکنیم. در زبان انگلیسی فعل نوشیدن برای آب، برای مایعات میشه to drink. To drink یعنی نوشیدن. حالا اگر دی اول درینک رو به تی تبدیل بکنیم و یه ان یا ای ان هم به آخرش اضافه بکنیم، باز تبدیلش کردیم به یک مصدر دیگه در زبان آلمانی، به یک در واقع فعل کامل در زبان آلمانی تبدیلش کردیم. پس بنابراین اگر دی به تی تبدیل بشه و آخرش هم یه ای ان اضافه بشه میشه trinken. پس to drink در زبان انگلیسی که به معنی نوشیدن هست، در زبان آلمانی میشه trinken. یه نکته دیگه هم باز همینجوری یاد بگیریم. آر در زبان آلمانی صدای غ میده. پس بنابراین نمیشه trinken، میشه trinken. پس to drink به معنی نوشیدن شد trinken در زبان آلمانی که خب trinken خودش یک فعل کامل هست. خب حالا میخوایم این فعل trinken رو به جمله خودمون اضافه بکنیم. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ در زبان انگلیسی میگیم what do you want to drink؟ یعنی چی میخوای بنوشی؟ What do you want to drink؟ چی میخوای بنوشی؟ همین رو عیناً به آلمانی تبدیل میکنیم. What میشه was. Do you want میشه wollen Sie و to drink میشه trinken. همین ها رو پشت سر هم که بچینیم میشه was wollen Sie trinken. Was wollen Sie trinken؟ یعنی چی میخوای بنوشی؟ پس در زبان آلمانی اگه خواستیم what do you want to drink رو بگیم میشه was wollen Sie trinken. Was wollen Sie trinken. در جلسات بعد به همین ترتیب هی دامنه لغاتمون رو گسترش میدیم و سعی میکنیم جملات کاربردی‌تر و طولانی‌تر رو با هم یاد بگیریم و بسازیم و با این تکنیک مهارت جمله سازی رو در خودمون تقویت بکنیم.